بسم الله الرحمن الرحیم. خب امروز رسیدیم به قسمت دوم از داستان زید بن ثابت، نوجوانی که با فهم و ذکاوت خودش، با دریافت صحیحش از حفظ قرآن و تلاوت قرآن تونست کاتب رسول خدا صلی الله علیه و سلم بشه و مترجمی بشه به زبانهای عبری و به زبانهای سریانی. و مازاد بر این کاتب وحی پیامبر و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هر وقتی وحی دیگه نازل میشد میگفت ایشونو میاره، میگفته که بیا تا من وحی تلاوت میکنم تو بنویس آیات رو. اما نقش خاصی ایشون که در تاریخ خیلی جالب هست، نقش ویژه‌ایه که در زمان بعد از فوت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم داریم. زمانی که پیامبر تازه فوت کرده، تعدادی از انصار در سقیفه جمع میشن، مثل عباده بن ثابت و دیگران، و میگن خب حالا ما بعد از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نیاز به جانشینی داریم، کسی که ما رو رهبری بکنه و این امور ما رو بتونه به قول معروف سیادت داشته باشه و نظم و نسق بده به اصطلاح ما. و بین اینها گفتگو بود. خبر رسید به عمر که اینها دارن این کار رو میکنن. ابوبکر صدیق کنار جسد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بود و خبر رو بهش رسوندن در خونه ام المؤمنین عایشه که عمر گفت که الان نیای دیگه شرایط خراب میشه. ابوبکر اومد گفت چیه؟ گفت بیا این که الان ممکنه فتنه بشه. تعدادی از مهاجران هم رفتن در سقیفه و بحث بالا گرفته. وقتی اینا به سقیفه رفتن، انصار میگفتن آقا ما حق این رو داریم که از ما یکی به عنوان رهبر بشه و جانشین پیامبر باشه. بعضی از مهاجرین میگفتن ما باید این گونه باشیم و این گفتگو بالا گرفت. گفتگو بالا گرفته بود. بالاخره آخر گفتن خب یکی از انصاری که از مهاجرین، خب پیامبر هر زمانی هر کاری داشت برای هر اموری، اگر یه مهاجر میفرستاد یک انصار رو هم میفرستاد و داشت فتنه بزرگی بین مسلمانان میشد و شرایط خیلی حساس بود. تو این لحظه زید بن ثابت انصاری نقل شده در روایات که میگه رو به قوم خودش کرد، به انصار گویا یا معشر انصار، انصاریا خوب گوش کنید، ان رسول الله کان من المهاجرین، رسول خدا از مهاجران بوده، فیکون خلیفته مهاجرا مثله، پس بنابراین جانشین ایشون هم بهتر شخصی باشه از خود مهاجران باشه. و ما یاران رسول الله بودیم، کنا انصار رسول الله صلی الله علیه و سلم، ما یاران رسول الله بودیم، ما انصار بودیم، فنکون انصارا لخلیفته من بعدی، بعد از این هم ما انصاری خواهیم بود و برای خلیفه پیامبر و اعوانا علی الحق، و حق رو ما یاری خواهیم کرد. و رفت به طرف ابوبکر صدیق. حالا گفتگوهایی شد که ابوبکر اونجا ابو حذیفه رو مطرح کردند و عمر رو مطرح کرد و بالاخره بحث ابوبکر اونجا پیشنهاد شد. این جزء اولین کسی بود از انصار رفت از طرف ابوبکر و دست دراز کن، به ابوبکر بیعت کرد و گفت این خلیفه شماست و شما هم با همین بیعت کنید. خب نگاه کنید، این نگاه زید در فضیلت و در فهم قرآن نشون میده که ایشون در چه موقعیتی بود. میشه گفت در واقع ایشون یک مشعل هدایتی، یک مشعل آگاهی بود برای مسلمانان، چون دائما کنار پیامبر بود، دائما با وحی الهی، با سنت پیامبر ارتباط داشت و خلفای پیامبرم همیشه سعی میکردن با زید بن ثابت مشورت بکنن در امور عمومی مردم، اگر استفتایی چیزی هست از زید سوال بکنن و به ویژه در بحث ارث، بحث مواریث و ارث ایشون تخصص خیلی ویژه‌ای داشت و دقت خاصی داشت و که نقل شده که هیچ کس از ایشون آگاهتر در این موارد در اون موقع حتی نبود و دقیقتر. به همین سبب عمر رضی الله عنه نقل میکنن در یک جریانی صحبت میکرد که این گویا در سرزمین شام هست که میگه که ای مردم، هر کی میخواد از قرآن سوال کنه بیاد پیش زید بن ثابت، هر کی میخواد از فقه سوال کنه بیاد پیش معاذ بن جبل، هر کی هم در مورد مال دنیا و امور دنیا و سیستم‌های اداری یک چیزی کار داره بیاد پیش من که خب امور اداری فعلا در اختیار من هست. و دانشجویان علم همه میدونستن که زید بن ثابت و برخی از اصحاب پیامبر قدوه و نمونه اونها هستن برای علم و دانش، به خاطر علم و دانشی که در سینه اونها بود.
و به عبارت اینا میشه که دریای علم و دانش بودن. یکی عبدالله ابن عباس، یکی زید ابن ثابت. خیلی جالب، عبدالله ابن عباس خب پسر عموی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله. نقل میشه که یه روز عبدالله ابن عباس رفت دید که زید ابن ثابت داشت مثلا می اومد روی سواری بود، این اومد تا به نزدیک سواری شد، میخواست از سواری زید ابن ثابت بیاد پایین. عبدالله ابن عباس گفت نه وایستا، و در حالی که زمام اون رو گرفته بود گفت که منو ول کن یا پسرم رسول خدا تا من بیام پایین بالاخره به خدمتت برسم. گفت نه، پیامبر خدا ما اینجوری گفته که علماتون رو اینجوری اکرام کنید. علما رو نیا کنید اهل علم، نه هر کسی که نمایشی باشه. علماتون اینجوری اکرام بکنید. و زیدم هم جالبه که به ابن عباس میگه خب دستت من بده، دستشو میگیره و نقل شدی که حتی دستشو بوسید و گفت که خب ما هم با اهل بیت پیامبر این گونه برخورد میکنیم و این گونه به ما دستور داده شده. در هر صورت این مقداری مواردی بود که من از زید ابن ثابت خدمتتون نقل کردم. میگن وقتی که زید ابن ثابت هم از دنیا رفت مسلمانان خیلی گریه کردن و ابو هریره رضی الله عنه میگه که ایشون حبر امته، ایشون عالم امت پیامبر بود و حالا بعد از ایشون به نظر من عبدالله ابن عباس هست که میتونه جاشو بگیره. و ما اشاره کردیم که حسان ابن ثابت شاعر پیامبر گفت که دیگه چه کسی میخواد بعد از زید در مورد معانی کار بکنه. این نکته خیلی جالبه که زید ابن ثابت از قبیله بنی نجار هست که به عبارتی از دایه‌های پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به حساب میاد و از زید ابن ثابت عملاً شخصیتیه که خب گفتیم که یتیم بود و این در اوج همون یتیمی بالاخره چنین فضیلتی شاملش حالش شد که تونست در کنار پیامبر باشه. چون پدرش خودش نقل میکنه که زمانی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به مدینه اومد میگه پدر من در روز جنگ باز کشته شده بود، در سالی که میگه که 11 سال بیشتر نداشته وقتی که پیامبر ظاهرا اومده. و این همراه پیامبر گفتیم که اومدن با تعدادی از بچه‌ها برای جنگ و حالا تعدادی اونجا شامل حالشون شد، شامل حال زید ابن ثابت نشد. و نکته‌ای که خیلی اهمیت داره در بحث جریان زید ابن ثابت این هست که زید ابن ثابت تنها به عنوان یک صحابی خاص دیده نمیشه که بگیم که یک صحابه باشه. ما حتی ایشون رو میبینیم که در جنگ خندق همراه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بعد از 5 سال قرار گرفت و در میدان جهاد هم کنار پیامبر بود. و در هر صورت گفتم که ایشون نقل میکنه پدرم من 6 ساله بودم مرد و وقتی پیامبر اومد من 11 ساله بودم که برای جنگ رفتم و بالاخره نشد و کنار پیامبر قرار گرفتم و اما از جنگ خندق دیدیم به من اجازه جهاد داده شد. نکته خیلی جالبی که در مورد ایشون وجود داره نقل شده که زید ابن ثابت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در همون سال آخر 2 بار قرآن رو بر زید ابن ثابت خوند که قرآن رو مرور کرده باشن که به همین سبب این نقل شده قرائت زید ابن ثابت. و تا اینکه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دیگه از دنیا رفت. و درست عملا حالا میخوام اون بحث جمع‌آوری قرآن رو اشاره بکنم که وقتی که تعدادی از حفاظ قرآن شهید شدن و فتنه ها شروع شد، عمر اومد پیش ابوبکر صدیق گفت بهتره که ما قرآن رو جمع بکنیم قبل از اینکه ثبت و ربط بکنیم، قبل از اینکه دیگه بیشتر حفاظمون رو از دست بدیم. اینجا دیگه ابوبکر گفت برید زید ابن ثابت رو بیارید، جوان عاقل و آگاهی هست و اینها شروع کردن دستور داد که قرآن رو جمع‌آوری بکنن و تلاش خیلی زیادی در این زمینه صورت گرفت. حتی زید بن ثابت میگه قسم به خدا والله لو کلفونی نقل جبل من مکانه، اگر به من میگفتن یک کوه رو از جاش جابجا بکن لکان اهون علی مما امرونی به من جمع القرآن، برای من خیلی آسانتر بود از این که من بخوام قرآن رو جمع بکنم. در هر صورت ایشون میگه من قرآن رو پیروی میکردم و مینوشتم رو کاغذها و اونچه که در سینه های مردم بود جمع آوری میکردم تا بتونیم که ما یک مجموعه کاملی داشته باشیم بدون اینکه خدا نکرده درش تحریفی پیش بیاد. و میگه در چند مصحف ما تونستیم اینها رو جمع آوری بکنیم. تا مرحله دومی که در بحث جمع آوری قرآن در عهد عثمان رضی الله عنه پیش میاد که در اون زمان بالاخره چون تعداد مصاحف هم دست
مسلمانان زیاد بود و نوع قرائت فرق میکرد و لهجه و زبانی که قرائت میکردن و این حتی ممکن بود در برخی مناطق خبرهای رسید که به اختلاف بکشه. این که بود عثمان صحابه رو خواست که در رأس اینها حذیفه بن یمان بود که ما بعد یک قرآن رو بعد یک قرائت بین مسلمانان پخش بکنیم. بعد عثمان گفتش که ببینید چه کسی بهتر مینویسه؟ گفتن کاتب رسول خدا زید بن ثابت. چه کسی بهتر میتونه اعراب قرآن رو مشابه اون چه که پیامبر نقل میکرد؟ گفتن سعید بن عاص. و سعید بن عاص میگه بیشترین شباهت رو داشت در لهجه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و سعید میگفت و زید مینوشت. بالاخره در هر صورت میگه زید بن ثابت با تعدادی از اصحاب و کسانی که بودن قرآن رو از خونه حفصه دختر حضرت عمر آوردن، اون مصحفی که وجود داشت، و به این مسئله پرداختن و شروع کردن قرآن رو بر یک قرائت خاص که یکانه باشه بنویسند و این دانشمندان عصر پیامبر تونستن این رو حفظ بکنن. حتی نقل شده که عمر رضی الله عنه وقتی که به حج میرفت زید بن ثابت رو گذاشت به عنوان جانشین خودش در مدینه، یکی از سفرهایی که به حج رفته بود. در جنگ یرموک هم ایشون به عنوان یک امین کسی بود که غنایم رو تقسیم میکرد. و خود موارد خاصی رو که اشاره شده که در میگه که یکی از اصحاب ششگانه‌ای بود که نزد عمر فتوا میداد که میگه در همون زمان بودن 6 نفر که اهل فتوا بودن که در بین صحابه عمر بود، علی بود، ابن مسعود بود، ابی ابن کعب بود، ابو موسی اشعری بود و زید ابن ثابت. و میگه عمر و عثمان زید رو هیچ کس رو بر زید تقدیم نمی‌کردن در فتوا و در قضا وقتی که نظری چیزی میداد. میگه انس ابن مالک نقل میکنه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگه خدا به امت من رحم بکن، همینجوری میگه به ابوبکر، و میگه مهربان ترین فرد در امت من ابوبکر هست، محکم ترین فرد بر عدالت و عمل عمر هست، صادق ترین اونها در حیا عثمان هست و قاری ترین اونها در کتاب خدا ابی ابن کعب هست و آگاه ترین اونها در علم فرائض و میراث زید ابن ثابت هست و آگاه ترین اونها در علم حلال و حرام معاذ ابن جبل هست. و اینو بدونید که هر امتی امینی داره و امین امت من ابو عبیده ابن جراح هست. و میگه که عمر هم بالاخره ایشون رو بر امر قضا حاکم کرده بود مدتی. و در هر صورت ابن سیرین در مورد زید ابن ثابت میگه که زید ابن ثابت دو ویژگی داشت، یکی این که بود در قرآن مهارت داشت، یکی در علم فرائض. خب داستان ما در اینجا به پایان رسید و تا روز دیگه و داستان دیگه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون.